مقامات گرجستان شب گذشته بار دیگر با استفاده از زور اعتراض مردمی را پراکنده کردند. از زمان اعلان سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه درباره توقف مذاکرات عضویت گرجستان در اتحاد اروپا تا سال 2028 4 شبانه روز این جانب در مرکز تبلیسی اعتراض مردمی جریان دارد. ساعت 2 بامداد 2 دکبر عملیات مقامات حفظ حقوق و ترتیبات آغاز یافته افسران با استفاده از گاز اشک‌آور و آب امکان ندادند که اعتراضگران به میدان نزد پارلمان رسند. در کنار ایستگاهی به نام روستویلی مترو 10 نفر بازداشت شد. تخمین می رود که تاکنون کمش 200 کس از جمله رهبر حزب مخالف حکومت زوری گرچ جپریدزه بازداشت شده است. با اشاره به بازداشت‌های شب گذشته شاهدان عینی میگویند که شاید شمار دستگیر شده ها بیشتر باشد. سروزیر گرجستان اصرار می‌ورزد که پرزیدنت کشور سلام زورابیشویلی باید تا آخر ماه روان یعنی با تکمیل شدن دوره رهبریش کرسی را خالی کند. سلام زورابیشویلی 4 هفته دیگر در مقامش می باشد. من حالت او را درک می کنم. او باید 29 دکبر قرارگاه ریاست جمهوری را خالی نموده آن را به پرزیدنت قانونا انتخاب شده کشور سپارد. یادآور می شوم که در انتخابات 26 اکتبر او همراه با مخالفان تندگرا بود و گمان داشت که به این وسیله در کرسی باقی می ماند، اما آنها شکست خوردند. قبلا پرزیدنت زورابیشویلی به مثل رهبران احزاب مخالف حکومت تاکید کرده بود که در انتخابات پارلمانتی ماه اکتبر که با پیروزی ائتلاف آرزوی گرجی به انجام رسید تقلب جای داشت. پرزیدنت گرجستان گفته بود که تا حل بحث انتخاباتی در دادگاه کنستیتوسیونی در منصبش باقی میماند. صرف نظر از اعتراض به نتیجه انتخابات و طلب تحقیق عیبنامه ها، هیئت نو پارلمانت گرجستان تصمیم گرفته است که در جلسه 14 دکبر پرزیدنت نو گرجستان را انتخاب کند.